سلام رفقا، خوش اومدید به یه ویدیوی جدید. امروز اومدیم با یه داستان خیلی جالب. داستان فیلم با یک صحنه جرم آغاز میشه. ظاهرا زنی از بالای ساختمون خودشو پایین انداخته و خودکشی کرده. دو افسر پلیس هم در حال بررسی صحنه جرم هستن. در سکانس بعدی داستان به عقب برمیگرده. به جایی که ماری یک فندک طلایی به شوهر آزارگر و روانیش لوکاس هدیه میده و اون از دیدنش شگفت زده میشه. در ادامه میبینیم که ماری به خاطر شکنجه‌های شوهرش دچار حمله قلبی میشه. لوکاس یه تاجر خیلی پولداره که خیلی از اون میترسن. اون سپس تصمیم میگیره پدرش رو به آپارتمان قبلی اونا بفرسته تا از شر اون خلاص بشه. پدر لوکاس بیشتر وقت خودش رو با خوردن مشروبات الکلی میگذرونه. به خاطر همین لوکاس از ماری میخواد که از اون مراقبت کنه. یک روز لوکاس و ماری برای تماشای تمرین شنای دخترشون به سالن میرن. اونجا دختری به اسم سوفیا که همونجا کار میکنه به اونا نگاه میکنه و آرزوی همچین خانواده ای رو داره. شب که میشه لوکاس قصد برقرار رابطه با ماری رو داره که اون مقاومت میکنه. صبح فردا دوست ماری آلیشیا با اون تماس میگیره. ماری بهش خبر میده که به خونه قبلیشون برگشته و دوباره با اون همسایه شده. با شنیدن این خبر آلیشیا خیلی خوشحال میشه، چون اونا بعد از یه مدت خیلی طولانی دوباره قراره همدیگر رو ببینن. در سکانس بعدی پسر آلیشیا دن رو میبینیم که قراره تعطیلات رو با مادرش سپری کنه. دن سپس به مادرش میگه که قصد مهاجرت به ایتالیا رو داره که این خبر باعث ناراحتی بسیار مادرش میشه. در ادامه دن از طریق برنامه دوستیابی با سوفیا آشنا میشه. اون برمیگرده و در نبود مادرش ماری رو میبینه. با دیدن ماری نمیتونه از نگاه کردن بهش دست برداره و تحت تاثیر خوشگلی ماری قرار میگیره. روز بعد ماری و آلیشیا به همراه فرزندانشون برای تفریح به دریا میرن. اونها یکم دیر به خونه میرسن و لوکاس از دست ماری عصبانی میشه. ماری از لوکاس میخواد که با هم صحبت کنن، اما لوکاس با خشونت سرش رو به دیوار میکوبه که باعث خونریزی میشه. صبح روز بعد سوفیا پس از اتمام کارش با دن ملاقات میکنن. اونها برای رابطه جنسی به خونه سوفیا میرن. با این حال وقتی دن از وضعیت مادر سوفیا باخبر میشه همدردی میکنه، اما واکنش سوفیا باعث ناراحتی دن میشه. دن احساس میکنه به اندازه کافی برای سوفیا جذابیت نداره، به خاطر همین از خونه میره بیرون. در همین حین لوکاس با یک دسته گل از ماری معذرت خواهی میکنه و به اون میگه گو خورده و یک گردنبند طلا بهش میده و خرش میکنه. بعد از ظهر پدر لوکاس به ماری نزدیک میشه و روی صندلی میشینه. برای جبران رفتار پسرش مقداری طلا به ماری میده و از اون میخواد که از خونه پسرش فرار کنه. در سکانس بعدی سوفیا وقتی که لباسا رو مرتب میکنه چند تا عکس از دوران جوانی مادرش پیدا میکنه. یکی از عکس‌ها گذشته لوکاس با مامانش رو نشون میده و سوفیا حدس میزنه شاید لوکاس میخواد با اون ملاقات کنه. در ادامه سوفیا در دریاچه با دن ملاقات میکنه و به اون میگه لوکاس ممکنه پدر اون باشه، اما دن به اون میگه عکس هیچی رو ثابت نمیکنه. سوفیا با توجه به داستان مادرش مطمئن هست که لوکاس با مامانش تقریبا 1 سال رابطه داشته. اونا کنار دریاچه با هم رابطه برقرار میکنن. سوفیا در ادامه به طور مخفیانه لوکاس رو زیر نظر میگیره و از خانواده‌اش عکس میگیره. در یک روز بارونی ماری به آپارتمان آلیشیا میره و دن برای ماری مشروب میریزه. ماری در ادامه شروع میکنه به عوض کردن لباس. در اون لحظه دن نمیتونه در برابر خواسته‌های جنسی خودش مقاومت کنه و شروع میکنه به بوسیدن ماری. در نهایت کار ماری رو میسازه. تو سکانس های بعدی میبینیم که دن به پیام های سوفیا جواب نمیده. اون بعداً دن رو تو خیابون با ماری میبینه. ماری بدون اطلاع آلیشیا از خونه اون برای رابطه با پسرش استفاده میکنه. دن پس از ساختن کار ماری به دنبال سوفیا میره و با اون نیز وارد رابطه میشه. یکم بعد آلیشیا با عصبانیت به خونه ماری میرسه. اون از اینکه پسرش با دوست دخترش رو تخت خوابش رابطه داشتن احساس بی احترامی میکنه. در ادامه ماری برای معاشقه با دن به سرعت به آپارتمان آلیشیا میره. پس از رابطه دن پشت ماری رو نوازش میکنه و متوجه زخم‌های زیادی میشه که توسط لوکاس ایجاد شده. ماری در ادامه لوکاس رو در حال صحبت کردن با سوفیا میبینه. سوفیا سپس تو خونه به مادرش میگه با لوکاس ملاقات کرده و پس از نشون دادن عکس‌ها تهدید شده. اون به مادرش میگه چرا در مورد پدرش به اون چیزی نگفته. بنابراین مادرش اعتراف میکنه که از لوکاس میترسیده و به خاطر همین سکوت کرده. سوفیا سپس به طرف آشپزخونه میره و فیلم رابطه ماری و دن رو به آلیشیا میفرسته. لوکاس نیز فیلم رو تماشا میکنه و از قضیه باخبر میشه. در داخل آسانسور ماری نیز فیلم رو دریافت میکنه. او سپس با ترس و نگرانی وارد آپارتمان آلیشیا میشه و به دن میگه رابطه اونا لو رفته.
بعد از ترک خونه آلیشیا وارد میشه و پسرش رو در حال رفتن میبینه. سپس زمان به حال برمیگرده. افسران پلیس صحبت‌های سوفیا رو در مورد به قتل رسیدن مادرش توسط لوکاس باور میکنن. افسران پلیس به خاطر این اظهارات و وجود فندک طلایی در صحنه جرم لوکاس رو دستگیر میکنن. اونا پس از جستجوی خونه ماری رو پیدا میکنن که به شدت زخمی شده. روز بعد ماری تایید میکنه که شوهرش لوکاس در مرگ مادر سوفیا دخالت داشته، چون اون خودش فندک طلایی رو بهش هدیه داده بود. مدتی بعد آلیشیا برای صحبت کردن در مورد حادثه به دیدار ماری میره. آلیشیا به ماری اعتراف میکنه که حقیقت رو میدونه. اون به ماری فاش میکنه که به کمک سوفیا فیلم رو ضبط کرده و به لوکاس فرستاده و باعث شده که اون به دنبال ماری بگرده. از طرفی ماری نیز پس از طریق سوفیا به اون اعتراف میکنه که از هیچی خبر نداشته. در ادامه سوفیا وارد خونه میشه و مادرش رو کنار پنجره میبینه. او سعی میکنه مانع پدیدن مادرش بشه، اما مادرش بعد از دیدن ماری به سوفیا فاش میکنه که لوکاس باعث شده اون دچار بیماری روحی بشه. اون در نهایت خودش رو به پایین میندازه و در همین حال لوکاس که به دنبال ماری رفته با جنازه مادر سوفیا برخورد میکنه و مجبور میشه با پلیس تماس بگیره. در ادامه ماری و سوفیا با عجله به پایین میرسن. ماری سپس از سوفیا میخواد که با هم لوکاس رو به عنوان قاتل مادرش معرفی کنه، چون که لوکاس عامل تمام بدبختیاشون بوده. در سکانس پایانی آلیشیا قبل از رفتن به ماری میگه که دیگه هیچ وقت با پسرش دن تماس نگیره و اونو تهدید میکنه که در صورت تماس گرفتن با پسرش اون رو به پلیس تحویل میده. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو تماشا کردید. لطفا ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو حتما بزنید تا وقتی ویدیو آپلود کردیم مطلع بشید.